دو سه جا غیرت و تعصب لازمه، حتما یکیش سرزمین. دم مسجدا اتوبوس میذاشتن آدم ها رو ببرن جبهه، نوجوانا هم بودن. یکی با شناسنامه خواهرش رفت جبهه، یه دختر ایرانی رو به تیر بسته بودن، 4 تا کشته دادیم تا رفتیم اونو برداشتیم و بردیم. یک کدوم از اون آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های یک کدومش نموند آقایون. هی دزدیدین و بردین و خوردین و حال کردین و هر کاری دلتون خواست کردین. ما 3000 صندلی مسئولیتی داریم که تعیین کننده. ما 219,000 شهید دادیم. 219,000 شهید تقسیم بر 3000 صندلی می شود 73. ما به ازای هر صندلی 73 شهید دادیم. یعنی هر یک صندلی یک کربلا رو پشت سر گذاشته. ما به ازای این صندلی ها که یک کربلا رو پشت سر گذاشته چه کردیم؟